یک بخش مهمی از شعر آیینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتوانه بشه و اینم یک دریای عظیمی است. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو ببینید. حالا اگر فرض کنید کسی دیوان شمس رو به خاطر زبان مخصوصش و حالت مخصوصش که خیلی ماها دسترسی نداریم به او، این رو اگر یه قدری دور دست بدانه، مثنوی که خودش میگه با هو اصول دین، واقعا اعتقاد منم همین. یه وقتی مرحوم آقای مطهری از من پرسیدن نظر شما راجع به مثنوی چیه، همینو گفتم به نظر من همین که خودش گفته و هو اصول. ایشون گفتش که کاملا درسته، منم عقیدم همینه. مثنوی این کتاب روز قیامت خواهد نابود خدای طلب نقشه، من اعتقادم نیست و انشالله خواهد. اینو بیارم، این آیه رو هم توضیح بدید. بگن این کلمه‌ای که شما در اینجا نوشتید اصل الاصول مثنوی اصل الاصول، والله 100 سال شراب بخوری خدا از اون میگذره، از این کلمه نمیگذره. اصل الاصول حرف آورده برای خودش، حرف درست کرده. اصل الاصول، اصل الاصول تو همون قرآن است. قرآن خون گریه کن، قرآن بخوان گریه کن، قرآن بخوان عشق بریز. ولو انزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.